مور بینم. چیکار میکنی؟ شد خدا لعنت کند. زود پیش درو ایستاد. ای سمی، سمکچه آرایشات های من رو دزدیدن. سمکه آرایشاتش رو دزدیدی؟ آخر تو نگفته بودی که همه چیز رو بدزد؟ پاپوشی من رو هم دزدیدن. حرامی پاپوشی رو در میزنی. دمت رو گیر. چی گپ هستا؟ به خانه دوست در آمده زهرا. چی؟ گرده بنده دوستوی اینفلوانس. نزن زهرا نزن، همینش نمیرسه. چیکار میکنی؟ سمی اینها رو پران، زود باش. البته زهرا جان میپرانم. ایستاد نجنبید، یگان به عقلی نکنید. سمی یا پران آنها رو یا این که به من بده سلاح رو. میپرانم زهرا جان، اما اول کنی نقاب هایشون رو کشند. همین خیلی اول بینیم کو کی هستند اینا. ایفلاس زود پران بکشید. نقاب هایتون رو بکشید. حاضر شما رو میپرانم. نقاب هایتون رو وای کنید. بکشید. نقاب ها رو کشید گفتم. کشید. شوخی نمیکنم. من آدمی هستم که عادت شوخی کردن ندارم. نقاب ها رو کشید. چیکار میکنند اینها؟ چیکار میکنید شما؟ ما رو مسخره داره شما چی با ارتیست هم هستی؟ ای سمی، اینها نقاب هایشان رو نمیکشند. این خیل باشد من اینها رو میپرانم. ایست سمی، ایست. دستت رو افلاس نکن. به پلیس زنگ میزنم. درست گفتی. مادر من چرا تا حال نآمده سمک پلیس؟ مادرت میاد دخترم، میآید. تو پروا نکن، میآید. مجبور شدم، دیگر سومن رو نگاه کردن نمیتوانستم. ای خانم، فرزند تو از او باید در بری تو باشد، فهمو؟ سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم، دختری دوگانه من است.
من یگان کاری بد کردم اما که پلیس مادرم مرا پرتاف رفت. من دخترکی بد هستم. این خیلی نیست سومان جان شیرینکم. تو مادرت رو مگر میرنجانی؟ مادرت کاری داشت تو یک مدتی معین تو رو با من امانت گذاشت. مادرت کارش رو تمام کند البته میآید. کودکی بیچاره اگر داند که مادرش مرده است چه خیلی غمگین میشود. من چیکار میکنم؟ خدایا التجا میکنم یاریم کن. مادرش مرد ولی پدرش چی؟ دوگانه مادر سومان چی گفته بود؟ اگر روی پدر سومان را بینم میشناسم. در حال باید اون زن را یابم. پدر سومان چه خیلی آدم باشد. یا خدایا خانم تونی چرا با من زنگ میزند؟ خانم تونی شما هستی؟ بله جناب پلیس. ای جناب پلیس به خانه دوست در آمده است. در حال یک گروه را فرستید اینها را گرفته دفع کنند. تمام دست و پاچاشون را بندید در دهنشون پخته بمونین کم تا پس لیون میرسه. شد جناب پلیس. رحمت. شدی چه به قفا میگردی؟ پلیس میآید کنی بینیم چیکار میکنید. بخشش جنابان با کجا میروید؟ ها؟ رویکتون رو ندیدیم که باز پشتتون رو میگردونید با ما. این طرف گردید. با اینها نگاه کنید از ترس زیاد مثلی با چرخ میزنند. بس است که گردن بندی مرا دزدید. در حال بگوید اونال تو بگو من دزدیدم قربانت شوم. التماس نجاتم بده. در نزد زهرا مرا شرمنده نکن. آشنا دوست تو هستی. مرد برین بگو گردنبند رو من دزدیدم. شرمنده نمیشوی نترس. خدا به سرت بلا نیار. آمین به سر تو نیست. و اینتون گپ نزنید. به من مردانوار جواب دهید. در اینها مردی مانده است مگر زهرا؟ از من هم میترسند. سمی از روی جنسیت جدا نمی کنیم. نه وای برای اون وای کردم که ترسیدند. حزب ترسیدن میگویید. تا حال نقاب هایشان رو نکشیدن چه خیلی میترسن. مرا گوش کنید. نقاب ها رو میکشید وگرنه شما رو پرانده باز پاره میکنم. یکون نقشه داری؟ چیکار میکنه؟ نقشه دارم. یا خدایا چه خیلی نقشه. دستگیر شدیم آخر حقت رو حلال کن. حرامت بود نمیبخشم. من هم نمیبخشیدم تو را. حقی من هم حرامت بود. گفت سخته حرامی. اینها بین خود غرغر کرده چی گفته بود به دارم؟ فکرم نقشه گریختن میکشن. با شما آخران بار میگویم نقاب هایتون را کشید. کشید گفتم. ای بس بوده که سه هم گردن بندم رو دزدیدن همه رو مسخره کرده. من خودم نپرانم. با کجا میرویم مامک پلیس؟ بابای میرویم برای دستگیر کردن آدمای بد میرویم سومان جان. چرا آدمو کاری بد میکنن نمک پلیس؟ این را کاش من هم میدونستم سومان جان شیرین جان. آنها با کجا رفتند؟ وای دری باغچه محکم است. از آنجا گریخته نمیتوانند. یعنی حالا هم اینجا هستند. آرام باشه. بی صدا. چیکار؟ خب آن این طرف. هی آنجا از تو طرف بیاید. این طرف از دو طرف گفتم اونجایند. یک آواز نکن. ترسیدم آخر. ای سمی یک کارو کردن نمیتوانی اون رو به بالا بردار. ای بخونر اینو بکار. گریختند. دوم خدا کردند. گریختند. تو چرا خرسان شدی؟ یعنی گریختند. ای یا خدایا باز همینه.
از تو شواخیر تو مادر میروید. بیای دخیر در پشت من جا شوید. دویدیم زودتر. شو دخیر چی دوید همه گذارم که پورزم فهمیده. ای مرا تنها گذاشته نمیروی ها؟ چرا همکارم رو تنها گذاشته میرفتم اونم؟ یا خدایا مثل کودک ها گپ چی نزن. خیر همکار بس کن همکاریت را. شد خاموش باش، آنها آمده ایستادند. رفتیم نفس یخ. در درونم. با خدا که در درونم. این پلیس چرا هلو هم ناآمده است؟ آرام باشید فهمیدید؟ آرام باشید. تمام من حل میکنم. دستگیرشو میکنم. آرام باشید. تو دختره که بعد نشه و شیری نکامایلش اما که پلیس تو رو دستگیر میکند. مرده گزه بجق لیوین در بر تا چی میترسی؟ یک سویستت کنی بینم. آرام باشه زورا. چرا این نگاه میکنی؟ من آرام هستم. زهرا تو عصبی هستی مرا خلل میرسونی. عصبی نشو. یک سورا رو تو هم آن سورا میری جان. این به خاطر محافظت من است. با من باور کن. حوزی قانونم همه که نه. کنی پرون. پرونده ایستادن. در کشاده شد. کنی ببین. کشاده شد. ممکنه ما حاضر بداریم. زود باش بپر. منتظری چی هستی؟ زود باش پر. من چی خیل از اینجا بپرم؟ نمیدونی چی میپرن اونا؟ پایهایت رو دراز کن پر. میبینی که در زمین هستی. زود باش. در اینجا ایستم هم میمیرم. با پایان پرم هم میمیرم. یا خدایا. سومان تو در ماشین بیشین و بیرون نبرا. فهمیدی شیرینم؟ مایلش اما که پلیس. کسی را پروندن. در رو پورا کردی ولی نتوانستی. این رو با ما بیهنر. تمام. واهمه نکن. کار تمام. قریب مانده بود که میمردم. خاموش باش. یا خدایا داد نزن. خوب شد که پاپوشا رو در درون مانده. خوب شد. چی فکر کرده ایستاده؟ رفتیم پیش در زودتر. زمین خون است. گردم بندم را ده. زود باش زود. بچه بیس من میترسن. یک سویستت شدی چه بیرون نبین. یک این برای میشه طرف بیست. نرسین مرا. سمی لیلیتا محافظت کن. بسم الله. انا همین کار رو فراموش کرده بودم. رفتیم. با دقت باشید. کنی دارم. آرام باشید. گریختم. شایم رو بردن. سومکای آرایشات هایم را دزدیدن. سومکای آرایشات زنانه رو چیکار میکرده باشه؟ این با کجا رفت باز؟ کمیسر امک‌های نقابدار شما چیکار میکنه؟ یا خدایا این دخترچه که لیوین نگاهبین میکرد نیست؟ بله او است. چی گپ است که در همه عملیات ها روبرویمون میبره؟ لیوین همینجا باشه چی؟ من نمیدونم. چیکار میکنه امک‌های نقابدار؟ بازی کرده ایستاده ایم. باز رنگ همان روز بازی کرده ایستاده اید؟ بله اما حاضر وقت نداریم. از اینجا رفتنمون لازم. لیوین اومد. خیر ما رفتیم دخترم تا بازی. لعنتی ها گریختم. سومان دخترم چرا تریده تو کشاده از خونم نمیخوری؟ برای گپ زدن با امک‌های نقابدار تریزه رو کشادم. تو امک‌های نقابدار رو دیدی مگر؟ امک‌های نقابدار با گردن بند بازی میکردن. بازی با گردن بند؟
خدایا این مؤذن رو ببینه. تو خودت کی هستی که با من نگاه نمیکنی؟ اما خواهی دید از عشق من دیوانه خواهی شد جانم. موسیقی رو بلند کنیم. جناب هجری سلام علیکم. امشب بسیار امر معروفی خوب کردید. خدا از شما راضی باشد. وای اگر خواهش کنم برای من الهیده امر معروف میکنید؟ من در الهیدگی امر معروف نمیکنم. مرا ببخشید. شام بخیر. یک لحظه هجری، یک لحظه ایستید. چی میگویی؟ وای صلوات گوش کردن رو دوست میدارید؟ من بسیار دوست میدارم. کمتر پستر کرده گوش کنید. مردم خوب از حاضر همه رو بیدار میکنید. وای من مایلش خدا از شما راضی باشد. خیر. بیزیب رو بینه باز مرا ترک کرد. جناب هجری با خونه رفته استاده اید؟ من شما رو میبرم. نه خودم میروم. اما التماس میکنم. ای بای دیوانه میشوم. اینقدر یک رو بوده است. کافیست. زیاد جانم بسیار زیقم. با تو یک چیز رو میگویم ولی جنگم نکن میلش. چی شد جانم؟ چرا جنگ میکردم تو را؟ یگان مشکلی هست؟ قول ده که جنگم نمیکنی. تمام قول میدیم جنگ نمیکنم. گردن بندم رو دوستیدم. چی؟ دوستیدم؟ گردن بندی که برای تو گرفتم چرا میگذاری که او را بدزدم؟ عشقم نمیدونم. به خونه دو آدمی نقاب در اومد. وقتی که من خواب بودم از گردنم دوزیدن. آدم هایی بد اخلاق. خودت بد اخلاق. خاموش. شاید تو میشناسی. کی را؟ کی را؟ دو زهرا. نه زهرا من از کجا میشناسم اونها رو؟ جانم شاید از همکارهای پیشترت هستن اونها. زهرا تو دلم رو خنک نکن. تمام جانم تمام عذر میخواهم. اما بسیار زیق شدم زیاد. دوست میداشتم گردن بندم رو. شد زهرا من برای تو عیناً همین خیلش رو میخرم. زیق نشو مایلش. تو میگیری؟ البته میگیرم جانم. خیر تو زیق نشو. شام بخیر. میبوسمت. خزنده تو یگان جای خواب نداری. تو چه خیل آدمی ریاکار هستی آخره. گردنبند دختر رو دزدیدی باز با او ویر گم میزنی. تو خاموش باش. در اصل گیریم تو جای خواب نداری. اونم سالها دزدی کردم. از پسم تفتیشات بردی. یاد باشد با من یک جای دزدی کرده ایستاده. حساب اون رو حالا از تو میپرسم. میپرسی؟ اول با پایت پاپوشی پوش. هوا خنک است. پایت را خنک نزند باز. من در این وقت شب از کجا میابم؟ تو راحت هستی. البته در خانه یک قطار پاپوش است. آها محترم جناب همانها را نیز دیدی؟ میشود حل میکنیم جناب اونال. حالا در ما آدمگری نمورده است. اندازه پایت را بگو. 43. تمام میدیم. کار را ببین. همین که رفتن گیرد تو را در قید خانه هم میگذرانم. که از همین کار تمام شود کو تو را حتما میکشم. عنیق میکشم تو را. میکشی؟ ما بگیری را. بده. یا خدای این را ببین به سرمان چی ها میآید. تو چقدر شیرینت بوده عزیزم. نام که تو چی است؟ نامی من سومن. بسیار شیرین بوده تو سومن. خانم لبن آنها رو دستگیر میکنید. پروا نکنید. گردن به فکر برای شما چیزی قیمت بها بوده؟ البته کی بود. هدیه زیاد بود. من برای شما گردنبند رو در کوتاه‌ترین مدت میرسونم. پروا نکنید. بیا دخترم میرویم. خیز دخترم. لونت جیانت است؟ نه اما که پلیس هستم. یعنی پدرش برنامه بود و بر رفت. مادرش کار داشت او هم رفت اما میآید. البته یعنی او رو من نگاه میکنم. رفتیم سومان جان. سومان خیر دخترکشو میجنبوند.
بگیر. اوف من از راستی تمام شدم اونال بای. من محو شدم از راستی. دختر به من گفته بود که اگر به این کارا دست زنی مرا فراموش کن، مرا از دست میدهی. میگوید من باشم میروم از گردن دختر گردنبند رو میدوزم. میبینی من محو شدم. یا بله با دروغ خانه‌دار شده زندگی کرده میشود. یگان بار در روی کارت رو میدارد. چی کار کنم اونال؟ چی کار کنم؟ قلب زهرا رو از دست یه هم چی کار کنم؟ یه رقمی چند میپوشه تو؟ اینها تنگ هستن. یا خدایا 43 میپوشم. چقدر تنگ بوده؟ من هم 43 میپوشم. کیسپا هستم گوی آخر. یا خدای مهربانی من. گردنبند هدیه کالتاکلاس بود. از برای همین اونقدر داد و فریاد زد. سمی آنها را درحال خانه دار کردن لازم. تا وقتی که اماکی اکرم از خارجه ناومده است کار رو باید تمام کنیم. وقتی که زهرا با کالتاکلاس نکاح رسمی بندد میراث به ملیس میماند. اما اگر بابای زهرا نباشد به او خانه دار نمیشود. این را به من گذار. فکر میکند که بابایش اجازت داده است. چه خیلی میشود این کار؟ بردوشی من گذار و راحت باش. بردوشی من شام بخیر خانم بانو. شام بخیر جناب کنال. عجب تصادفی. بفرمایید تا جایی میخواسته‌تان برده رسانیم. نه شما زحمت نکشید. خانه من بسیار نزدیک است. این خیلی میشود جانم. بفرمایید لطفا. خوب مدامی که خواهش کرده ایستاده اید. مرحمت ینگه بدرو. فو خدا جزایت رو دیت کنانی دیونه. مجبوران بونو رو با ماشین سوار کرده. این پد بونان دیونه بوده در حق ماشین مرده. ادختا طاقت که همون لیکسا میخرم های. هر چی باید بر سر شوکت بگذرد. شما همینجا منتظر باشید. جناب گردنبند را آوردم. در کجا بودن این مکان خزینه را نشان می‌دهد. پارچه از آن خریطه در این گردنبند است. خزینه گفته چی است بچه؟ برای تو خزینه چیزی است که در این حیات چیزی زیاد را به دست داری، ولی برای من خزینه بزرگ جسدی مرده کالتاکلاس رو دیدن است. جناب کالتاکلاس زنده بودن شما را نمیداند. با فکرم او را حاضر نکشه. تا پیدا کردن مکان خزینه او را استفاده برده بعداً میکشیم. جناب یا میخواهید که حاضر کالتاکلاس را بکشم؟ گوش کن بچه، کالتاکلاس در حیاتم یگانه خیشتبارم، جیانم، آدمی نزدیکترینم توسکا و یک چشمم را از من گرفت. او را در حال کشتن به فایده اوست. برای کشتنش نقشه عجیبی دارم. حاضر میتوانید روید. بعد به شما زنگ میزنم. یا خدایا اینها چرا وظیفه ندادن؟ چی گم باشد؟ چیزی باشد به من چیه؟ چیزی که در سر من است با آن مشغول هستم. آه خدایا، در سرت چه فکر است اونم؟ تو هستی. تو را کشتن است. من عجب چیزی پرسیدم از فکرهای سری تو. خیر من میروم. با کجا؟ نزد طلا فروش. با طلا فروش چیکار داری؟ آدم نزد طلا فروش چرا میرود اونم؟ برای نان خریدن نمیروم. یا خدایا چی کاری داشته باشم؟ با تو چی ها؟ اوف باز مرا میکشته است.
این باز چی فکری دارد؟ برای دلم را نشکسته دعوتم را قبول کردن تشکر میکنم. این را توصیه میدیم. نه من از اون نمیگیرم، تشکر زیاد. اوه کانونی دیوانه، چه خیلی میشود که تو با دوستوشه من نشسته فانتزی ما رو برباد میدی. بچه در این دنیا دیگه دختر نیسته، حیوان. 12 روده تا اگر به دهنت نبران مشاکت دی. جناب کانون، مدامی که ما یکدیگر رو از نزدیک شناخته، میخوام کمی درباره خودتان گپ زنید. من درباره شما چیزی نمیدونم. البته، لیکن چیزی زیاده نیست که گویم. من آدمی تنها هستم. خونه دار نشدید مگر؟ نه، معلوم نیست که به سرمان در آینده چی می آید. شاید که خداوند نصیبه خوبی برایم عنایت فرماید. پدنالتی بونوی کجا پیدا شده اینجا بود؟ تا سحر ما در اینجا راست بیستمو او بشینن راحت کنن. مردم خونی که از همه خوبش با دامولای دیوانه روبرو نشدیم، چون که با او روبرو میشدیم تا صبح شتا میخوردیم. دم تبگی شراب میگن گر گیاد کنی گوشاش میتوه. چیکار کنم؟ هیچی نه، دم تبگی همین طبقای فایزی نهم بی صبح آمازه دی نخورده. آها، چی گپ شد؟ کاش دهانم را نمیکشودم. یا بسم الله الرحمن الرحیم. پشتمان رو گردونیم گویا رو ندیده. شراب من بگیری اوست تو دجال بشی. گویا هیچ را ندیده. میگم خیر سدی دم تبگی دجال بشی چی نمیکنه. کاری نادرست نکرده ایم. من میدونم که سگ را بینی باید در جایت چی حیوان سگ دیدی بگریز، خیر سدیدی بشی. فهمد که ترسیدیم به بالایمان میاد. میگم فوتبال بازی تاجیک جام جهان در برآمده درسته؟ انا بگی دیگه. شام بخیر جوانان. شما نمیگوید که در اینجا آشانه کی خوراکی علفی میپزد در کجاست؟ چی میگوید؟ اوقات علفی میگنه که شرف دهن تنک شو، همین خیلی خب میسیم خودش استوس رفتن بگیره. خب کن خوش بشه ها، گوشم با شما. آشانه هست که خوراک خوبی علفی تیار کند. بخشیش استاد، شما علفی گفته چی رو در نظر داره؟ آشخانه را. سوال این خیلی بی‌معنی می شود. به این هم در نزد آشخانه هستیم. در اینجا طعام علفی هست نیست نمیدونم. به این هم من از علف بیزارم. این باز از کجا برام؟ شرف حیوان دم تگیرتم دم تنه گرفتی حیوان. من دوست میدارم از این بعد خوراک علفی در این آشخانه پخته می شود. کنی خیزت توبه لبای کنی گفتم یا شما را مثل علف رزا میکنم. نمک این باز همون حرکت های دیوانوارش رو سر کرد. چیکار میکنه؟ خدا بزند شرف 2 ساعت گفتم خب نکردی. اگه تماشا که چی کارت بکنوز. خاموش باشد. آدمی کی بودن تا با من فرق ندارد. استاد بخشش زیاد میپرسد. ما آدم های شفی کلان نیستیم. ما آدم های اکه کلان هستیم. دانسته باشه. من بروسلی دروغ نمیگویم. من بروسلی حقیقیم. شما را تعقیب کردم. شما در طرفی نادرست هستید. حاضر شما را نیست نابود میکنم. چیکار کنیم؟ اکه کلان رو خبر دیم چی؟ شرف در همین حالت برای اکه کلان رو فیرود که کو ایده بعد مون میکنه گر سخته. نباشد چیکار میکنه؟ ایرانیگو چینی قنقز های قابوز بالا نیسته. با خدا همین خود تو قمه زنی قد دوست طالبه بوری. اگر تمیره نزنی تو مردک نیستی. یا برختا نگو کوی روی شرف با خدا خود تمیره طاقت تیکش میکنی. ما هم در قفای درخت میستیم. اگر یکم خدمت دکار شد مرا هوی بگو مایله. ما رفتم مادام کجا؟
خنک خوردم. چرا؟ چی میگه؟ لازم نیست. تو را گرم میکنم. تو استغفرالله. بله من تو را گرم میکنم. چی تا بلاست با خدای پد بسیار پس بد موزد است. عصبای نمک نو ویران شید. شنف خطا بد است بگیم میبردارمش. من علی برو بخونم علی بایی صورت جدا بسیار نمک برو کی آمد الان تو کوب کرد؟ تایسون دیم گیش کمیسر کلومبو پدر شیرین همسایه بود. رحمتی پدر شیرین هم آمده. یا 20 نفر بودن امو. در آخر بروزلی اومد. بگم همی امروی بروزلی نبوشم با خدا شاید باشد از دستی و چی خیلی نجات میوبی. ما یا نقشه زور دارم شرف اگر همی کرده از پیش منبر اومد کو کفا من نگاه کردم میگرزه. یا خدا. هنرمند ازبکستان آزاده نورسیدова فقط یک روز 27 октябр ساعت 14 در تالار فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جوراєв آزاده نورسیدова دیدار آشنا. متین این زن را سروغه و معلومات‌های شخصیش را کی میتوانم دسترس کنم؟ تو سحر حل میکنم سردارم. خوب بسیار خوب. اگر این زن را پیدا کنم پدر شما را نیز پیدا میکنم. همین کار سخت بگیر برگر پیمسید میبرم. پدر میابم تو غمگین مباش دخترم. خوش بچه ها حاضر بهای امتحانتان را میخوانم. من 0 گرفتم میدونم. من هم کاغذ خالی دادم استاد احمد نگذاشت که رو بردار کنیم. هیچ جنید 80 خدای توبه آرتیق 90 چی؟ زهرا 100 زهرا کیست؟ استاد در صنف ما زهرا گفتن دختر نیست. من زهرا گفتم؟ نه زینب گفتنی بودم البته. زینب 100. چه شد که تو از من 10 زیاد گرفتی؟ خوب است که تکلیف خانه داری میکنم. در همه جا زهرا را دیده ایستادم. این چه خیل کار است؟ بیا سردار معلومات‌های میخواستتان را پیدا کردم. بهار اصل گل زور گپ نیست شاگیر میتوانی روی. پدرت را میابم سومن. اجازت نمیدیم که بی پدر کلون شوی. بیا سردارم مدیر شما را جیغ میزند. تمام که میرزا وطن تو را من میایم. سومن تو اینجا با لختک‌های بازی کردنگید من یک کار دارم اون رو حل کرده در حال میایم. میلش مک پلیس. درو لوینت دعوت کردن میگن کو گابزه من گردنبند یکی از موزه دزدیده شد دریافت کردید؟ حالا نیافتیم سردارم. موافق خبرهایی که از بالا به ما آمد مافیا از پشت خزینه بیزنس است.
گردنبندی که دزدیدن برای دسترسی پیدا کردن به این خزینه می باشد. عجب آنها کی باشن سردارم؟ حالا معاین نکردیم، اما ممکن است که سقراط باشد. سقراط؟ سردارم سقراط خدا جوش جنت بگردونه قیها مرد. موافق خبری که داریم زنده است و به فکرم به این خزینه او دست دراز دارد. سقراط برای به مقصدش رسیدن همه کارا میکند. باید صد راهی او را گیریم. یک قاتل بی وجدان است. درست. خوب سردارم، عجبا در این کار سردار اونال چه علاقمندی داشته باشد؟ انشالله که نیست. ما در حال باید دوستایی که گردنبند را دزدیدن دستگیر کنیم. ای تو از سردار وفادارم. خسته نباشی، سلامت باشی. رحمت. گردنبند بیزنس رو بعد میابم. من باید اول پدر سومان یابم. مادرش رو آورده نمیتوانم، اما پدرش رو یافته میتوانم. بله بچه ها، یعنی اگر به نتیجه امتحان ها نگاه کنیم بهایتان را کمی بلندتر دادم. البته که دیگر امتحان این خیلی نمیشه. فهمیده؟ البته استاد این خیلی نمیشود. من همه‌اش رو کار کردم. مثلا من باید 100 بال میموندید، 80 بال موندید، 20 بال من گذاشت نمیدونم. البته پسرم، اگر خواهی ورقت را کشاده میبینیم که 20 بال تو کجا رفت. این باشد 80 بال با من بهترین است. میشود. دخترم، این ورقه ها را گرفته بر رفیقان تقسیم کن. بینه کنی بینید در کجا خطا کردید، اما آرام نشسته خوانید. فهمیدید؟ تو در ورق سفید چه خیلی نهایت می‌کنی؟ چه خیلی کنم من؟ در هیجان به جای کارش رفته در آنجا تکلیف خانه‌داری کنم چی بود؟ نمیبندم یگان گردنبند. دوستای افلاس، چیزی دیگر نیافتید که دزدید؟ گردنبندی دوست داشتم تو فکر در آن دزدید. دیگر وای بر این نیست. ولی تو مشابهان گرامی، ما با خبر دزدیدن بزرگی رسید. از موزه گردنبند بیزنس رو دو شخص گردنبندی که در عصر 11 به شاه دختر تعلق داشت دزدیده بودن و حالا هم یافت نشده است. پلیس در تحقیقات این عملیات است. این گردنبندی من است. حالا از پس دو شخص نقابدار. باورم نمیآید زیو، تو گردنبندی که از آثارخانه دزدیده اید به من هدیه کردی. با سخرات چه خیلی تکلیف خانه داری کنم من؟ باید تا شام یگان چاره عجیبه یابم. ورقا را بیارید. چه خیلی گردنبندی دزدیده ات رو به من توفه کردی زیو. کنی بینیم به این سوال چه خیلی جواب میدهی؟ همه چیز آماده است. پگاه هر دوی آنها رو خانه دار میکنیم. این شب شبیه نوبندی است. آمادگی دیده ایستاده. او اینقدر چکان هستی آچه جان. آچه جان گفتی؟ های سمی، من به تو چند بار گفتم. بخشش آچه جان، بخشش. این مراتبه اجازت نمیدیم که هیچ چیز نقشه هایمون را برباد دهد. مکتوب آماده است. مکتوب گفتی؟ گویا اما که اکرم جانم شخصا با دستی خودش مکتوب نوشته، رازیگیش رو برای خانه‌داری داده است. تو یک تا هستی سمی. با خدا شیطان صد مکر کند شاگردی تو هست. باز از پس چی باشنده؟ او برادر، بیانگه زورو کی تکلیف خانه‌داری میکنی؟ امشب کن یک سورپریز کنم ببینیم چی میشود. اینه میشه؟ ها. ای راستی؟ بله. تو میدونی من چقدر انتظار بودم اوشینه هورتا. عیناً. شیره گوش کن کلاس. بعد از مردن کنعان از من شود بانو جان. شوکت، تو از این خیر گپ های بیمعنی ابلهانت خسته نمیشوی؟ خیلی چو کنم؟ زنم میفوره. اوف شوکت، اوف. مردی تو زیو، مردی. انا اومد سازی احمد از سلک من اومد. کنی بشین شو دختر؟ بیا بشین کنی. الان اینجا قرار بشین سما جان. الان بشین تا پیش بشین.
شوخو اینجا بیا. چی میگو؟ بچه بیا گپ دارم. میام من از میام شیلی نکنم. شوکت تو شما رو در اینجا نگاه بکن. من به خانه زنی که شما رو در نزد امنیت گذاشته بود میروم. میل شوکت؟ زن گفتی؟ اون زن مادر شما نیست مگر؟ من حادثه رو به تو نگفته بودم. چرا نگفته بودی؟ گوش کن مرا، آن زن مادر شما نبوده است. نبوده است؟ بله گوش کن، آن زن دوگانه مادر شما بوده است. مادرش در کجا بوده است؟ مادرش مرده است. مرده؟ این مردک زنی تبگی. من با واسطه آن زن کی بودن پدری سومن را میفهمم. پدری سومن رو میشناخته؟ البته میشناسم. انشاءالله پدرش رو میابی. انشاءالله. مادرش نباشد. شوکت من باید به دست روم. خیر تا باز میلش برادرم رو برای درس. خیر تا بازدید. لیوا نمیشه که سومن پگه بیاری؟ امروز یک کاری مهم دارم. همین کنعان کشتن رو در کار. تو چی میگوی شیخ خان؟ این چی بهانه است از برای خدا؟ مگر ما نگفته بودیم که سومن رو یک جای کلان میکنیم؟ فراموش کردیم؟ اکنون مثل کودک از لب میگردی. پدر دخترک رو میابم میگویم سروغای زنی رو که در نزد امنیت این دختر رو پرتا طرف پیدا کردم. باز با تو چی گویم؟ من بیسواد. تمام لیوا، من امروز سومن رو نگاه میکنم. کنعان دیوونه رو پگاه میکشم. مشکلی نیست. نه دیگه گفت. تمام میلش برادر. سومن جان تو در اینجا با ما که شفقت بازی کرده شیرینه که من یک کاری مهم دارم. رفته حل میکنم در حال میآیم. میلش مادرم هم همین خیلی گفته بودم که پلیس، اما رفتم برنگشت. اگر شما هم که پلیس نآید من چی کار میکنم؟ مگر این خیلی میشود دختر جانم؟ من تو رو تنها نمیگذارم. پروا نکن، من کارم رو تمام کرده در حال میآیم. میلش سومن جان، اما که شوکت چی کار میکند اینجا؟ بین من اینجایم. اگر کوری لیوا نآید جای کارش رو میدونیم. رفته او رو میابیم. یک جای رفته او رو میابیم. خیلی البته تو از پس کارت شو. سومن با من است. من نگاه میکنم. این دخترچه برای تمونه. من تو رو یاد کردم. تلفن رو جواب دیم میایم. لبای تمام. سومن جان، من این چای ها رو دیهم در حال می آیم. میلش از اینجا باز نخیزی. در حال می آیم. میلش امک شوکت. این قدر امک شوکت رو زیبا میگویی مرم برای انا این طرف بیارید بچه ها. انا با اینجا گذارید. بیا جانم بیا. اوه چقدر آهسته کار میکنی. زودتر کار کن. تمام. ای سمی جان، با آنها کی خبر میدهید؟ همه آماده است ولی خبر ندارند. آنها رو به حال خود گذاریم خانه دار نمیشوند. برای همین کار را سر کردم در کار. چکم سر میکنیم؟ به من واگذار، امشب حل میکنم. خیر میبینیم. من برای تو نقشه خانه داری میکشم. برای من گردن بندی دزدیدت رو هدیه میکنی. دروغهای گفتت رو از بینیت کشیدن نگیرم. نامم رو میگردانم. امک شوکت نآمد. من دلگیر شدم. چیکار کنم دخترک؟ تو هم مثل من دلگیر شدی؟ امک شوکت گفت که در اینجا مرا منتظر شوید، اما من دلگیر شدم. رفتم. تورها رو کشاده مانید. میلش کنی بینیم. اینجا چی خبر است؟ مادر شما اینجا چی کار کرده ایستاده اید؟ شبیه نوبندی زهرا است. برای همین آمادگی میبینیم جانم. چی بندی؟ هینوبندی جانم، هینوبندی. کنی بینم چی شد؟ همه‌اش رو به قفا کشیدی همین فیلمه؟ ای آفرین، بسیار بسیار زیبا کرده. ایست اینجاش این خیل شود. شبیه هینوبندی دارد.
سومان 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 جان سومان خواهرم در اینجا یک دخترکی خورد بود، او رو ندیدی؟ نه ندیدم. بچه ها در اینجا یک دخترکی مویزر بود، شما او رو ندیدید؟ نه ندیدم. کجا رو نگاه میکنه شما؟ انیق ندیدین؟ سومان جان گوش که برادر، در اینجا یک دخترکی مای ده ندیدی؟ دخترها در همین جا یگان دخترکی خورده که ندیده شما؟ نه جناب ندیده. سومان در همین یگان دختری مایدک ندیدی؟ چی؟ دخترچه خورد رو ندیدی؟ آرام شو شاگرد، چی ها میگویی ها؟ دخترچه خورد ندیدی؟ خورد که خورد؟ چی خورد رو ندیدم؟ دخترچه خورد رو دیدم گفتنی؟ نه این رو چی شده باشد؟ شما بخشیش استاد سومان. بله بچه ها، در دین ما جایگاه عائله بسیار مهم است، چون که آدمی که به جمعیت فایدهش رسد و کودکایش مهر و محبت را در داخل عائله می آموزند. همین خیلی برای همین عائله آبا تو اینجا چیکار میکنی سومان؟ ممکن است ما هم درس را گوش کنیم. استاد جان بسیار شیرین بوده است. دختر شما است؟ نه دختر من است. یا خدا دخترم، من خانه‌دار نیستم، از کجا دختر دارم؟ کنی به نزد اپاهایت گذشته شین؟ بیا گذر. خدایا لعنت باشه. کنیشه شاهزاده من. اینجا بوده است. بهار اصلی گل. در خونه نیستی چی مگر؟ خانم بهار ایسته. خانم بهار ایسته. باید تاجیلا صحبت کنیم. ایسته لطفا. من باید روم، کاری ضرور دارم. ببینم همه چیزی میدونستم رو با شما نقل کردم. نه وجدانیستانیم نقل نکردید. اگر درباره پدر سومان معلومات مفصل دهید، من پدر سومان رو گفته میتوانم. گوش کنید، حتی نام او رو با یاد ندارم گفته بودم. غیر از این دیگر با این کارها خودم رو سرگردان کردن نمیخوام. نپرسید دیگر هیچ چیز رو نمیدونم. خانم بهار گفته که پدرش رو بینم میشناسم. یک لحظه صبر کنید، من پلیس هستم، مجبور هستید که با من صحبت کنید. گوسفند رقمو تا گرفتم. ولی بهست شما هم عائله برپا میکنید، میتونید فرزنددار میشوید، آنها را مثل گوهرک چشم میپرورید، برای به کمال رسیدنشان همه چیز را دریغ نمیدارید، خودتان را حفلق میکنید برای آنکه فرزندانتان بزرگ شوند. انا برای همین جایگاه عائله در دین ما بسیار مهم است. عائله نباشد کودک‌ها از کجا پیدا میشوند؟ طفلکان به پدر و مادری که آنها را دوستداری میکنند خرسند میشوند مگر؟ برادر چی شده؟ سومان گم شد. چی؟ سومان گم شد. خدا من را لعنت کند، من این را اکنون چی خیل بله و میفهمونم برادر. در حقیقت لعنت کند. سلامت باشی کله. چی ها میگویی؟ چی خیل گم شده است؟ این همه خیل گم شده که همه جا را کفتم نیافتم. دختر انا اینجاست دیوان. دخترم؟
تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا هستم امک شوکت. من اینجا هستم امک شوکت. دیدم که اینجا هستی. اینجا چیکار میکنی؟ همراه اپام در خونده ایستاده. به خدا توخه کفم کرکل است. ای شوکت، یک کودک را نگاه کردن نمیتوانی؟ نشان میدهم. این زن کجا شده باشده؟ سومان جان هم مرا یاد کرده است. خوب ترش من روم بگاه برگردم البته، یا اینکه رسم این زن رو با امنیت دیم فرمانی کافتکاب برارم. نه این چه فرمانی کافتکاب میدیم که این زن جنایتکار است. مگر انتظار میشه. سلام علیکم. علیکم سلام. بخشش کسی رو دیدن میخواه؟ نه من اینجا منتظر خانم بهار هستم. اینجا میشینم. ولی او دیروز یا کوچید؟ این خیلی میشاد مگر کمتر پیش با تاکسی سوار شده رفت. برای گرفتن اشیاءهایش آمده بود. با کجا؟ جای رفتنیش میدونی؟ نمیدونم، میگویند که به دیگر شهر کشیده است. به دیگر شهر کشیده بود است؟ من دیگر این زن رو چه خیلی میابم. اگر چیپتا گرفته باشد او را در امنیت میابم. البته روز بخیر سینن. اپای زهرا کجا است وای معلم درس دینتون؟ استاد احمد؟ خودش. بله. چی احوال گرفتار شدم؟ بخشش میپرسم خاله جان، خونه اجری ما از این کجاست؟ تشکر زیاد. سومن جان دیگر گم نشو، قربانت شوم. دیوانه شدم. گم شدنت رو به امکی چورچشمت نگوی. میلش. نه امکی شوکت، سومن گم نشد. آخر در تیم با آدابانه درس را گوش کرد. از راستی از راستی؟ ای جونی من قربانی تو شیرینم. درس رو گوش کردی؟ قربانی تو شوم. مثلا اومد ینگه زهرا شوکت بگریز از اینجا. تو چی کار کرده ایستاده یا؟ زیاد تو این کارو چی خیلی به من رو دیدی یا؟ زهرا چه خیلی سورپریزی خوب شد که تو آمدی. لابا کی رو میپرسید؟ خانم سنم؟ تو دیوانه هستی؟ تو چی خیلی کارا کردی گپ زن؟ زهرا کودک از عیب میشه. در نزد کودک این خیلی گفتن فلان. چی شده باشد؟ یا اینکه فهمید که گردنبند دزدی است؟ سومان جان دردونه من تو اینجا چی کار میکنی؟ امکی پلیس رو انتظارم. بله امکی پلیس رو انتظار است. این خیلی باشد وای کنیم. تو در نزد امکی شوکت امکی پلیست رو منتظر شد میشه؟ نه خوبترش هیچ کجا نرود. اینجا منتظر شود به هیچ کجا نرود. این خیلی میکنیم. سومان رفته در نزد امکی شفقت منتظر می شود میلش؟ نه باوری ناک نیست. یعنی باز گم می شود. خوب ترش اینجا یک جای منتظر می شود. خیلی تو هم اینجا بشین یک تایم میلش. من در دالان منتظر می شوم. تو هم به اونجا بیا. تنها بیا. میلش. تنها بیا. خاموش باش زنک. معلم جان چرا این دختر شما را جمع کرد؟ به خدا نمیدونم سومن جان چرا عصبی شده باشد. رفته میفهمیم. خدا نگهبانت باشه برادر. احوالت بده. کودک را گیر و خاموش باش. برای کار برادر. بای دستت را جمع. لابای خانم سنم چیزی گفتنی هستید؟ من یک سوال داشتم. در درون صحبت کردم که نیست؟ چرا در درون؟
این موضوع رو در کوچه گپ زدن نمی شود. جایز نیست. نفهمیدم؟ ببخشید، با یک خانم نامحرم در خانه تنها صحبت کردن جایز نیست. چی گفتن یاسین؟ جایز نیست وگرنه با جان و دل. خب جناب اجری، چه خیلی که خواهد شما چیزی پرسیدنی بودید؟ مرحمت میپرسید. من به فقیرهای این محله صدقه دادن میخواهم. چی خیلی که شما در امر معروفتون گفته بودید صدقه رو پنهان کرده دادن لازم. راست میگویی، راست. خواهش میکنم شما این پول رو به فقیران و بینوایان محله پنهانی تقسیم کرده میتوانید. میخواهم که ثوابش برای رحمت بیبی هم بخشیده شود. تمام خانم سنم، خدا قبول کند، من تقسیم میکنم. خیر، خدا روز باشه. جناب هجری، مدامی که به درون در آمدنم جایز نیست، این خیلی باشد رفته در یگون کافی شینیم. به شما دیگر چیزها رو گپ زدن میخواهم. بخشش خانم سنم، من کمتر کار دارم. اکی کنون مرا با دیگر دخترها شناس کردنی است، با اونجا رفتنم در کار. چی؟ دیگر دخترها گفتی؟ بله، دیگر دخترها. من کمتر کار دارم، باید امر معروف آماده کنم. میلش خیر، روزت بخیر. اما اجازت نمیدهم که با کسی خانه‌دار شوی هجری. با هیچ کس. اول تو اومده به زیر پای من میافتی، بعد رفته به دیگری خانه‌دار میشوی. حالا میبینی گردن بندی که دوزیده اون رو چه خیل به من میدهی زیاد؟ تو مگر بی عقل شده؟ مگر این خیل میشود عزیزم؟ خطاگیر شده است. خب دیگر به من دروغ نگو زیاد. زهرا، راستش را میگویم، این خیل نکردم. لطفا این خیل گپ نزن. بین حالا هم این کارو میکنه دی؟ گردن بند از موزه دزدیده شده است، در اخبار دیدم. کی دزدیده است؟ البته که تو. گردنبند را از موزه ندزدیدم، از طلا فروش خریدم میگویم. حالا هم دروغ گفته ایستاده. گوش کن زهرا، تو این گپا رو گفته دلم رو میشکنی. شکر کن که سرت رو نشکستم. گوش کن زهرا، شوکت هم در نزدم بود. باور نکنی از شوکت پرس. یا خدایا چقدر شاهدی باوری ناگیافته بر اومدی. کور شاهدی کار شده است. خدا نگاه دارده. چی؟ یا که گردن بندم رو تو دزدیده زیا؟ نفری که با تو بود یا از من بود؟ از حد گذراندی زهرا، این خیل نگو از برای خدا. البته گردن بندی که از موزه دزدیدی با من قضیه کردی و باز از من دزدیدی. تو کمی آرام شو، از راستی خوب نیستی، صبر کن. زیا زهرا، زیا وقتی که جناب اکرم می آید کالتاکیلس و زهرا خانه‌دار هستند. اکنون اماکی اکرم در توی من و میلیس اشتراک میکنه. گویا میلیس رو قبول کرده است. ای بس مادر جان، این خیل گپ نزنید اکو. میلیس رو دوست میدارم. مادر جان، اوچا جان گفته میگردی، عقلت نمیگیرد. ها نمیگیرد. خیر، چیزی نباشد. امشب نوبندی است. پگاه نیکو نماینده عقد نیکو رو دعوت کردم. این خیل باشد پگاه غالبیت رو اعلان میکنیم. غیر امکان است. چی شد؟ فراموش کردم که دوگانه های زهرا رو به شب نوبندی دعوت کنم. سرا ببینه. شب نوبندی به دختر میشود مگر؟ من به همشون زنگ میزنم، تو پروا نکن. تمام، زنگ بزن. اوفه، از هیجان چیکار کردنم رو نمیدونم. دخترها چی شد؟ جواب ده. چرا؟ گردن بند رو دزدیده به من هدیه کردی، بعدن از من دزدیدی. زهرا گوش کن، این خیلی گپ نزن که بعد باز بسیار پشیمان میشه. من تو رو باور کرده بودم زیاد. بین زهرا، من به تو نگفته بودم که مثل همون گردن بند میخرم برایت. انا ببین، بگیرین این. کنی بیا. خوب شد که مانند همان گردن بند گرفتم، وگرنه محو می شدم. دانستم باور نمی کنی، چک را نیز گرفتم. این همان چک. اوه، بسیار قیمت بوده است. کمی قیمت. امیدوارم که اینش را نیز گم نمی کنی. کمی با دقت باش. مرا فریب نمیدی، خیر نیزی. زهرا، چرا دختری رو که خانه‌دار میشم فریب دهم؟ چرا این خیلی دیوانگی کنم؟ ها؟ چیزی دیگری هم گرفتم از طلا فروش. چی گرفتی؟ باید سورپرایز میکردم اما زهرا، با من خانه‌دار میشه؟ بله.
و علیکم سلام. شو نزدی چه پیریکو؟ شده چی در اینجا این خیلی زیخ ششته؟ آخه ما را همین نبیرت زی کرده. بخیر ایگون رفیقوی نه این خیلی نه. او همون بعدی ختم مکتبی میونه. خب او باید یگان جا داخل شود کو. البته انا وای اومدو همون بله که مرکزی ملی تستی معین کرده بود او رو صاحب شدن نتوانست. یعنی که سوادش کمتره ها؟ سسته با میدونی چی بگه؟ من دکتر میشم خیلی اوخه مشکلی نبوده؟ چه مشکلی؟ من مرکز آموزشی بهادور имконияти фароғ баҳри расидан ба орзуи табиб шудан. Пас ту дар дили худ чунин орзу дорӣ? Таваҷҷӯҳ зоҳир намо. Маркази омӯзишии Баҳодур курси 9 моҳаи омӯзиширо барои омода намудани довталабони кластери 5-уми маркази миллии тестӣ ба роҳ мондааст. Дар марказ устодони бо таҷриба дарс гуфта муваффақтарин таҷрибаҳоро меомӯзонанд. ҳамзамон курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзиширо аз рӯи забони русӣ, англисӣ ва олмонӣ ба роҳ мондааст. маълумоти бештар бо телефонҳои 939 0808 13 907 00 80 81 987 18 88 94 суроға кӯчаи Асадулло Ғуломов 31 каср 3 дар назди донишкадаи ҳарбӣ. ای مطربا چنگ بزن عهد دو گل بسته شود دو گل تازه با هم آید و گل دسته شود بیرود نغمه و آهنگ تو بر اوج فلک زهره و ماه بر رقص آید و زین خسته شود نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه باشد دایی گر کوزه گران خاکی منو کوزه کنن آن کوزه پر از شراب باشد دایی بلو نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه بلو نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه شکر از خنده ای تو قند و اصل میرزد بطور نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه بطور نظاره ساقی مای بیاره پر کن همه جامم در فصل بهار یارومه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه مهربانه سیه خیلی جونه سیه مهربانه سیه خیلی جونه سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه سیه نرمه نرمه سیه توبه 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 سیه نرمه نرمه سیه توبه توبه
جمیلم چشمک خیرم ناز و بغیلم بردیت مارم هیلم بغیلم هیلم بغیلم هیلم بغیلم زم 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 کجاکه 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 ابروشنه شکایتم چکنم افسوس مالی مادم کجاکه ابروشنه شکایتم چکنم افسوس مالی مادم زم 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 شست چور شست کردی من منو تکات بنده کردی شست چور شست کردی من منو تکات بنده کردی نگاه دینو زنی نیدانه دانه من منو تکات بنده کردی هنم نگر بودن نستو نگردم من منو تکات بنده کردی سرم را گر بودم با خنجری تست من منو تکات بنده کردی بخو جام بزنم گیزه بگردم من منو تکات بنده کردی من منو تکات من چشمکات من بخانکات شست چور